أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیت 233 سوره بقره حکم رضا یا شیردهی اطفال است. رضا یا شیردهی اطفال این مربوط میشه بر اطفال. اطفال چی مانا؟ که وقتی یک مادر، یک خانمه که طفل خودش شیر میته، این بعضی اوقات نیاز پیدا میکنه یا ضرورت پیدا میکنه که کدام طفل دیگه هم شیر بده و این مدت شیردهی که است تقریبا امو وقت طفولیت 2 سال و 2.5 سال امو اول است. اما اگر یک نفر شیر یک زن در سن جوانی میخوره یا مثلا در سن پیری میخوره، بازی حکم مربوط از اون است. این حکم مربوط طفل است چون وقت تغذیهش است. اگر در وقت تغذیه خود که تنها از شیر تغذیه میشه، به عوض شیر مادر خود شیر کدام خانم دیگر میخوره، بازی طفل رضایی ازی میشه. و اگر مثلا شما در طفولیتتان از کدام خانم شیرش خورده باشین، از او خانم خود او خانم مادرتان گفته میشه، نکاحتان به همراهش جایز نیست. و دخترش خواهرتان گفته میشه، نکاحتان به همراه دخترش هم نمیشه، به همراه نواسایش هم نمیشه، به همراه خواهرش خالتان گفته میشه، به همراه خواهر شوهر از او عمیتان گفته میشه. بیخی مثل که اونمو چیزی که از نسبی حرام میشه، از رضایی هم امو قسم حرام میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والوالدات و مادران یرضعن، شیر بدهند، اولادهن، ای اولادای عادی هست فعلا. والوالدات و مادران یرضعن، شیر بدهند یا میدهند. اینجا اصلا فعل مضارع هست، منظورش چی هست؟ که شیر بدهند امر اولادهن، اولادهایشان را، حولین 2 سال کاملین مکمل. لمن اراده، ای حکم برای کی هست؟ میگه لمن برای کسی است که اراده کرده باشه ان یتم الرضاعه، که تمام بکنه امو مدت شیردهی را. و علی المولود له، مولود له چی را میگن؟ یعنی کسی که بر از او همی فرزند است، یعنی بر پدرش. و علی المولود له، و بالای پدرش چی است؟ علا که آمد یعنی لازم است، واجب است. چی؟ رزقهن، نفقه امی شیردهنده، و کسوتهن، و لباس امی شیردهنده، بالمعروف، به طریق معروف یعنی مطابق احکام شرعی. احکام شرعی چی رمین؟ یعنی لباسای باشن که نه دو اسراف باشه، نه دو تبذیر باشه و نه دو تقتیر باشه. ما شما اصطلاحات تبذیر خواندیم. تبذیر مصرف کردن در حرام، تقتیر اسراف مصرف کردن به سین، مصرف کردن در حلال بیش از حد، تقتیر بخیلی کردن در چیزی که حقش است. لا تکلف، مکلف نمی شود نفس، هیچ نفس، الا وسعها، مگر به اندازه تواناییش. یعنی الله متعال هر کس مکلفیتش به اندازه توانایی است. مثلا یک پدر هست که برای خانمی که طفلش شیر میده لباس میگیره. چه قسم لباس میگیره؟ اما قسم لباسی که عادتاً برای خواهر خود میگیره، برای اعضای فامیل خود میگیره. نمیشه کالیزن برش بگه برو بسیار لباس قیمتی بر ما بگیم دیگه. اینجا که هست میگه لا یکلف، مکلف نمیسازه، لا تکلف، مکلف نمیسازد الله متعال نفس را، الا وسعها، مگر به آن چیزی که این توانایی داره. لا تدار، ضرر رسانده نمیشود یا ضرر رسانده نشود. والدتون، یک مادر به ولدها، به خاطر فرزندش. ولا مولود له، و نه هم ضرر رسانده شود یک پدری به ولدهی، به خاطر فرزندش. و علی الوارث، و بالای دیگه وارثین، مثل ذالک، امی حکم است که یعنی هیچ کسی باید بر کسی دیگه ضرر نرسانه. فان اراده، آل اگر میگه اراده کنه والدین، مادر و پدر، فصالا جدایی امی طفل، عن تراد، از رضایت یا بر رضایتش، منهم و اردویشان، و تشاور، و به اساس مشوره، یکی با دیگه مشوره کردن، پیش از 2 سال میخواین این طفل از شیر جدا بکنن. فلا جناح علیهم، پس نیست گناه بالای از اینا در صورتی که طفل
غذای عادی خورده بتونه، غذای نرمال خورده میتونه که حتی قبل از 2 سال هم میره چی کنه؟ از شیر جدا کنه. در صورتی که او طفل متضرر نمیشه فلا جناح علیهم، و یعنی این حقوق طفل است در قرآن عظیمشان، حقوق زن و حقوق طفل و حقوق مادر و حقوق شیر دهنده، این کلش ببینید در قرآن عظیمشان مجموعه از قوانین و حقوقها هست. و این اردتم، و اگر شما اراده کردید ان تسترضعوا اولادکم، که شما شیر دهنده برش بگیرین، یعنی دایه بگیرین، مادرش نه، مثلا یک خانم دیگر رو بگیرین که برای اولادتان شیر بده، فلا جناح علیکم، پس بالای شما گناه نیست، اذا سلمتم، وقتی که شما تسلیم بکنین، ما آتیتم بالمعروف، آن چیزی که شما میدهین به معروف، به نیکی، مطابق شریعت. اگر بر ازمون دایه امو معاششه یا مصرفشه یا پولی که درخواست میکنه اگر ایره برش منظم میتین، باز بالای شما گناه نیست. واتقوا الله، لکن شما در تمام موارد از الله بترسین، تقوا داشته باشین، و علم و بدانید ان الله، یقینا که الله متعال سبحانه و تعالی به ما تعملون، با آنچه که شما عمل میکنید، بصیر بسیار بینا هست. یعنی الله متعال میبینه که شما آیا حقوق زنها را در نظر میگیرین، آیا حقوق اطفال را در نظر میگیرین، آیا حقوق مادرها را در نظر میگیرین، آیا حقوق زنهای کارگری که شیر دهنده هستند حق از اونها را در نظر میگیرین و یا در نظر نمیگیرین. الله کل از را میبینه و در مقابل از شما را چی میکنه؟ محاسبه میکنه. خب حکم دیگه ای که از الله متعال است، والذین یتوفون منکم، حق خانمهای، حقوق و مسئولیت های خانمهایی که اینا چی هستن؟ بیوه هستن یا شوهرایشان فوت میکنن. والذین، و کسانی که یتوفون، وفات میشود، منکم، از شما، یعنی اون مردایی که از شما وفات میکنن، و یذرون، و بعد از خود میگذارن، ازواجا، همسرانشان را. در زبان عربی یک قاعده هست که تا زمانی که مؤنث نیاز نباشه کلمه مؤنث استعمال نمیشه. زوج برای زن هم استعمال میشه، ازواج برای زنها هم استعمال میشه، برای مردها هم استعمال میشه. باز اگر فرق ضرورت بود باز اونجا زوجه گفته میشه. اگر نه میگن عایشه تو زوج رسول الله صلی الله علیه و سلم. این اسلوب زبان عربی هست. بعضی کسا که قرآن نمیفهمن، دین نمیفهمن، باز بعضی اوقات میگه چرا کل نامها نامهای مذکر است و علامت تانیث نیست؟ نیاز نیست که نام علامت تانیث بیاری. در زبان عربی همین قسم است. یتربصن، اینها چی بکنن؟ این خانم هایی که شوهرایشان فوت کرده، میگه یتربصن، باید اینا عدت بگیرن، به انفسهن، بر نفسهای خود، 4 اشهر، 4 ماه، و 10 و 10 روز. یعنی عدت خانم های شوهر فوت شده 4 ماه و 10 روز است. فاذا بلغن، پس وقتی که امی خانم ها رسیدن اجلهن، به می مدت 4 ماه و 10 روز که تیر شد، فلا جناح علیکم، پس بالای شما گناه نیست، فیما فعلن، در آنچه که اونا انجام دادن، فی انفسهن، در مورد خودشان، بالمعروف، به طریق شرعی. یعنی اگه بعد از 4 ماه و 10 روز خانم بیوه ازدواج میکنه، بالای شما گناهی نیست که او زن چی کنه؟ ازدواج بکنه. حقش است. حقش از شما در اینجا مسائل قومی و غرور و تکبر داخل نکنین. برای خانم به بیوه اجازه بدین بعد از 4 ماه و 10 روز اگر خواست ازدواج بکنه، ازدواج بکنه. فیما فعلنا، آنچه که فعل میکنن، فی انفسهن، در نفسای خود، بالمعروف، به نیکی. بعضی اوقات مثلا ایورها و خسرها جنایت میکنن و ضد شریعت الله، قانون قومی خود تطبیق میکنن، خود از دایره دین میکشن و میگن که ما بیوی خدا هیچ اجازه نمیتیم که شوهر بکنه، یا به مشترک خورد ما بشینه، یا اون مرد ریش سفید بگیره، یا از قوم ما بگیره، یا هیچ اجازه نمیتیمش. و بعضی اوقات بعضی پسرها هست مادر جوانش بیوه شده، ای غیرت میکنه که نه من تو را نمیمانم که شوهر کنی. بازیگر روز ببینه که مادر از او گدایی میکنه، این بچه جوان لندغر او را از شوهرم اجازه نمیده. آیا مادر تو قیمتش بیشتر از ارزش است یا ازواج مطهرات؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و آله همراه زنهای 60 ساله نکاح کرد؟ به خاطر که یک سنت گذاشته شده که زنهای مسلمان و مردهای مسلمان حتی تا 60 سالگی میتونن که چی کنن؟ امو ازدواج بکنن و این کدام گناه و کدام جریمه نیست. این حال بسیاری ریش سفید داره، مردا را بچه‌هایشان اجازه نمیده که زن بگیره، او مرد ریش سفید به زنا و گناه مبتلا میشه. زنها را مردها اجازه نمیدن چی میشه؟ امو زنهای بیوه مبتلا به گناه میشن. چرا؟ میگه ما غیرت میکنیم. کجاست غیرتتان؟ والله بما تعملون خبیر. الله متعال میگه آنچه که شما عمل میکنین الله با خبر است که شما مطابق شریعت الله
حکم میکنین و یا مخالفت با شریعت الله میکنین. حالا یک موضوع دیگه میشه که مسئله خواستگاری خانم هایی که شوهرشان فوت کرده. مثلا سوال میشه، سوال یک زن در حالت چی است؟ عدت است. حال این زن یک کسی میخواد ایره خواستگاری بکنه، اجازه هست یا نیست؟ ولا جناح علیکم، و گناه نیست بالای شما فیما در آنچه که عرضتم عرض میکنین به شکل کنایی من خطبت النساء از خواستگاری زنای بیوره در مدت عدت، او اکننتم یا یک چیز را مثلا که اما تو به شکل تصمیم میگیرین فی انفسکم در داخل نفسایتان. اما خواستگاری جهری این ناروا هست، یعنی به زنی که در حالت عدت باشه کس حق نداره که خواستگاری آشکارا بکنه. اما اگر بر شت کنایه میگه که مثلا والا همین ما هم که هستم میخوایم که در این وقتا بخیر یک ازدواج بکنم، یک کس را بگیرم، یا مثلا برای خانم میگه نه ماشاءالله خودت خود زن بسیار خوب هستی، حتما برای تو شخصای زیاد پیدا میشه، یعنی تو غیر مستقیم برش میفهمانه، اما خواستگاری مستقیم کردن نمیتونه. یا خودش تصمیم میگیره که همین بخیر عدتش خلاص شه، من امروز چی کنم؟ نکاح بکنم. علم الله، میگه الله متعال میفهمه انکم که شما ستذکرونهن آنان را یاد خواهید کرد، ولکن لا تواعدوهن، لکن شما اونا را وعده نمیدهید، سرا و پت، یعنی کار سری و مخفی نکنین، الا مگر این که ان تقولوا بگوین قولا معروفا، یک سخن معروف. سخن معروف کدام سخن است؟ که مطابق احکام شریعت الله باشه. ولا تعزموا، و عزم نکنین یا قصد نکنین عقدة النکاح، عقد نکاح را، حتی تا زمانی که یبلغ الکتاب اجله، تا وقتی که امو عدت زن به مدت معینش. یبلغ الکتاب یعنی امو چیزی که کتاب اینجا به معنی چی است؟ چیزی که فرض شدگی هست، لازم هست، آن چیزی که تا که برسه به امو عدت زن، اجله به امو مدت معینش. واعلموا، و بدانین ان الله، یقینا که الله متعال یعلم و میفهمه ما آنچه را که فی انفسکم در نفس ها و نیت های شماست، که شما شریعت الله را میخواین تطبیق بکنین و یا ای که میخواین چال بسازین، فریبکاری بکنین، هیلگری بکنین. الله هست، نفس های هر کس با خبر است. عالم الغیب، که قلب ما در تصرف از او است، الله هست. فاحذروه، پس شما از الله در حذر و ترس باشین. و علموا، بدانین که ان الله، اگر کدام وقت شما کدام اشتباهی کردین توبه بکنین و بفهمین که ان الله، یقین که الله متعال غفور، بسیار مغفرت کننده هست، و حلیم، بسیار بردبار است. خب آل بعضی زنها هست مثلا در مسائل مهر است. مهر چند قسم است؟ مهر تقریبا چندین قسم است. یک مهر است مثلا شما سکن قسم اول مهر، یک خانم شما برش 1 لک افغانی مهر تعیین کردین. اینال اگر یک شوهر برای خانم خود 1 لک افغانی مهر تعیین کرد، آل این خانم خود چی کرد؟ طلاق داد. اینال این چند حالت داره. یک حالتی است که برای خانم خود مهر تعیین کرد، بعد از اینکه امرای از این خانم خود نزدیکی و گپا کرد، بعد از اون مثلا 1 ماه بعد 2 ماه بعد رو طلاق داد، یا 1 سال بعد یا 20 سال بعد یا 30 سال بعد، اینال اینی خانم که است اونم مهرش هم کامل باید برش داده شود. اگر مثلا قبل از اینکه همراه از این معاشرت جنسی بکنه مهر تعیین کرد، معاشرت جنسی همراهش نکرد، باز بر از اون نصف مهر است، 50,000 باید بده. اگر هیچ مهر تعیین نکرده بود و همراهش معاشرت جنسی هم نکرده بود، بلازی هیچ مهر نیست، فقط یک لباس برش داده میشه. اگر مهر تعیین نکرده بود، سکن 4 حالت میشه. اگر مهر تعیین نکرده بود اما همراهش معاشرت جنسی و خلوت صورت گرفت، در اون صورت باز مهر مثل برازی واجب میشه. 4 حالت است. همین حالت ها را آیات قرآن به خاطر بیان حقوق زنها در قرآن بیان میکنه. شما سعی کنین چقدر آیات قرآن درباره حقوق طفل است، چقدر آیات قرآن درباره حقوق زن است، چقدر آیات قرآن درباره مهر زن است، چقدر آیات قرآن درباره میراث زن است. این کلش حقوق زن است. ولی متاسفانه کسایی که قرآن و سنت نمیفهمن تمام روز میگن حقوق زن، حقوق زن. بفرمایید سعی کنین حقوق زن در قرآن نقطه به نقطه خالق متعال بیان میکنه. الله متعال میگه لا جناح علیکم، گناه نیست بالای شما، این طلقتم النساء، اگر خانمها را شما طلاق دادین، ما لم تمسوهن، وقتی که شما اونا را مس نکردید، او تفریدوا لهن فریضه، بر از اونا کدام چیز را فریضه، و اینجا به معنای چی است؟ یعنی مهر که مثل فرض وارث، یعنی شما بر از اونا مهر را تعیین نکردید،
خب آل خانم است، برش محرم تعیین نکنه، یک قسمش است محرم تعیین نکرده و به همراهش خلوت هم نکرده. در این صورت میگه چی است؟ باز بر از اینا مهر نیست. و متعوهنش، لکن بر از اینا چی هست خی؟ چی حق دارن؟ میگه متعه یا لباس بر از آنها بتین، لباس بتین. اینجا منظور از متعه در قرآن کلمه متعه به معنای لباس است، یعنی یک جور لباس برش میتین، پیراهن، تنبان، چادر، بوت، این گپا مجموعه از این متعه میگن. علی الموسع، برای کسی که غنی هست. موسع چی رو میگن؟ کسی که غنامندی داره، وسعت در نفقه داره، وسعت در رزق خود داره. علی الموسع، برای کسی که غنی هست، توانایی بیشتر داره، قدره امی لباس یا متعه به اندازهش بده، یعنی به اندازه تواناییش بده. و علی المقتر، برای کسی که مقتر است، یعنی چی است؟ نادار هست، قدره به اندازه توانایی خود بر از او چی بده؟ متاع و لباس میته. متاعا بالمعروف، میگه این همو متاعی که میته، همو یک متاعی هست که مطابق شریعت داده میشه و این فقها مفصلا تشریح کرده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و و در کتابهای فقهی این مفصلا تشریح است. حقا حل المحسنین، میگه این حق است، حق خانم ها هست بالای کی؟ علی المحسنین، بالای مردهای نیکوکار. یعنی اگر یک مرد میخواد که ولو گپشان به این درجه میرسه که این خانم خود طلاق بده، در حالت ازدواج عادی خود حقوق زن و احکام شریعت الله را زیاد مراعات میکنه، حتی اگر وقت طلاق جدایی هم شد باید حقوق از اینا تلف نشه. این حق است از طرف الله علی المحسن، بر مردهایی که میخوان که محسن باشن. خب موضوع دیگه، و این طلقتموهن، و اگر میگه شما اینا را طلاق دادین، من قبل ان تمسوهن، شما اونا را مس نکردین، این قسم دومش است که براتون گفتم. و قد فرضتم لهن فریضه، شما به همراه از اونا خلوت نکردین، لکن بر از اونا مهر تعیین کردین، گفتین 1 لک افغانی است، فنصف، پس نصف ازمی، نصف ما فرضتم، نصف آنچه را که شما مهر تعیین کردید. او چی هست؟ 50,000 برش بده. الا ان یعفون، مگر که او خود خانم بگه برو خیر چندان آدم نبودی، یه چیز مهرتام تیر، خودش عفو بکنه، هیچ عفو بکنه. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا شوهر عفو بکنه. شوهر چه قسم عفو میکنه؟ شوهر میگه نه برو همیز 1 لک میتم، تمی مهر کامل میتم. او یعفو، یا عفو بکنه، الذی، و کسی که بیده به دست اوس عقدة النکاح، عقد نکاح، یعنی شوهر عفو بکنه. و انت عفو، اگر عفو نکنن همون 50,000 است. اگر خانم عفو کرد باز هیچ نمیگیره، اگر شوهر عفو کرد باز 1 لک پوره میته. و انت عفو، و اگر ببخشید، اقرب للتقوا، اینی وقت اگر شما چی میگن ایره؟ عدالت نمیگن، ایره چی میگن؟ ایثار میگن. یکی ایثار است و یکی عدالت. عدالتی است که حق یک کس را برش بتی، و ایثار چی است که از حق خود بر از او بگذری. پس الله متعال میگه اگه شما عفو بخشش میکنین، اینمی اقرب و نزدیک است، نزدیکتر است للتقوا. باز اینجا تقوای شما معلوم میشه که خانم طلاق هم گرفت لکن شما ظلم نمیکنین، میراث حق مهرش خو میتین، بلکه یک مقدار دیگه هم اضافه برشان میتین. ولا تنسوا الفضل بینکم، شما فراموش نکنید، ولا تنسوا، و فراموش نکنید، الفضل، نیکی را بینکم، در بینتان. ولو که مسائل اختلافات میای در بین انسان ها، بعضی اوقات خانم و شوهر طلاق میشن، لکن فضیلت ایمانداری و با ایمانی را شما فراموش نکنید. شما مسلمان هستین، دیندار هستین. ان الله، یقینا که الله متعال بما تعملون، به آنچه که عمل میکنین، بصیر، بسیار بینا هست. الله متعال میگه که بعضی مردا هست که در این مصروف همی گپا شدن، مسائل خانه و خانوادگی، و بعضی بچه هست وقتی که جوان شد در غم زنداری و گپا شد، باز نماز و عبادت و جهاد و دین و گپا یادش میره، کل هوش غمش چیست؟ دمی خانه هست. بسیاری وقتا نمازهایش هم قضا میشه. الله متعال میگه با وجود از اینکه مشکلات خانوادگی و گپا هم داشته باشین، در این مسائل مصروف شوین، لکن نمازتان، عبادتتان، تقوایتان فراموش نکنین. حافظو، محافظت کنید، علی الصلوات، به نمازهایتان، و الصلاة الوسطی، خصوصا وقت نمازهای دیگر، چون تمام روز در جرگه و جنجال میباشین، نمازهای دیگر بی خیادت میره قضا میشه. محافظت بکنین در نمازهای وسطی که اکثر علما میگن نماز عصر است، و دیگه اقوال دیگه هم است. و قوموا، و برخیزید، لله، بر الله، قانتین، عاجز اطاعت کننده. چرا عاجز اطاعت کننده باشی؟
چرا در این مسائل اختلافی دیگه باز هر کس قوم خود میره و زور خود نشان میده و کلانکاری خود نشان میده و جنگ میشه و جنجال میشه و جرگه ها میشه، باز اونجا الله و اطاعت الله و اوامر الله کاملا در این مسائل چی میشه؟ فراموش میشه. باز 4 تا آدمای بی عقل ببینی که اونجا شیشتن قوطیای نسوار و پفدانیا پیششان ماندگی است، بازی ها میخیزن در این مسائل گپ میزنن، میگن نه شما باید در این مسائل هم اطاعت اوامر الله را بکنید. پشت از این نگردی که قوم ما چی میکنن، پشت از این بگردی که الله چی میگه و شریعت الله چی میگه. فان خفتم، حالا میگه اگر یک انسان در نماز باشه و میترسه، مثلا در وقت نماز هم از جهاد هم است و اینجا شما از دشمن میترسین، حالا اگر ما نماز بخوانیم دشمن ها حمله میکنن، اگر در مقابل دشمن استاد شویم باز چی میشه؟ باز اونا در سر ما حمله میکنن. حالا کدامش ترک بکنیم؟ الله متعال میگه نه جهاد ترک بکنین نه نماز را، یک تیرتان نماز بخوانین، یک تیرتان در چی باشین؟ در جبهه باشین. این قسم. فإن خفتم، پس اگر شما ترسید از دشمنی که در حالت نماز بالای شما حمله میکنه، فرجالا، پس آنگاه نمازتان را پیاده ادا کنید. رجالا چی معنی؟ دمی حالتی که پیاده مت در پای روان هستی، او رکبانن یا سوار هستی سر اسب، هیچ تا نشو اموجا نماز تا بخوان. فاذا امنتم، پس وقتی که شما در امن شدید، فاذکروا الله، پس یاد کنین الله را، کما علمکم، امو قسم که الله نماز براتون یاد داده. پس نماز خوف مثل نماز عادی نیست. در نماز عادی رو به طرف قبله میکنی و میشینی و قیام میکنی و قعده میکنی کل چیز، اما در نماز خوفی که در صف جهاد یا در راه جهاد خوانده میشه بازو فرق میکنه. وقتی که باز خوف برداشته شد، باز شما فذکر الله ای ادو صلواتکم، یعنی ادا بکنید نمازهایتان را، کما علمکم الله، همون قسمی که الله به شما را تعلیم داده، ما لم تکونوا، تا وقتی که ما لم تکونوا تعلمون، آن چیز را که لم تکونوا نبودید تعلمون که میدانستید، یعنی چیز را شما نمیدانستید. والذین، و کسانی که یتوفون، وفات میکنند، منکم، از شما، والذین، و کسانی که وفات میکنن، آلی حکم دیگر را بهتان میکنن. اینال میگه والذین، و کسانی که یتوفون، وفات میکنن، منکم، از شما، و یذرون ازواجا، و هیچ چند همسر داره، همسرای دیگه خود هم ترک میکنن، وصیتا لازواجهم، باز اینا برای همسرای خود وصیت بکنن در مورد همسرای خود، بر اولادای خود وصیت بکنن که اگه 4 ماه و 10 روز مادرتان پوره شد یا مادر اندرتان پوره شد، بازو نیست که بگه 4 ماه و 10 روز شد دیگه از این دست بگیر بگو برو دیگه پناهید به خدا این وقتت پوره شده. نه، بر از اینا باید وصیت بکنه که چی کنه؟ متاعا الی الحول، که بر از اینا تا 1 سال هم اگر زن می باشه باید برای چی بتن؟ نفقهش بتن، امرایش باشن، امرایزی ایره چی نکنن، از خانه نکشن. غیر اخراج، ببینن حقوق زنهای بیوه، غیر اخراج که ایره باید بیرون رانده نشن و از منزلشان کشیده نشود. فاین خرجنا، پس اگر خودشان به دل خود این خانم ها خارج شدن، این حق دیگه زنها هست از دیدگاه قرآن. پس وقتی که خود خانمی که شوهرش فوت کرده، حالا خودش بعد از 4 ماه و 10 روز خودش از خانه خارج میشه و میخواد که بره ازدواج بکنه یا خانه پدر خود بره زندگی بکنه، فلا جناح، پس نیست گناهی علیکم بالای شما، فیما فعلنا، در آنچه که فعل کردن، فی انفسهن، در نفسهای خود، من معروف، از احکام شریعت. یعنی شما تو فکر نکنین بعضی کساست امی غرور خدا، تکبر خدا، قوم پرستی خدا سر دین میپرته، ولی اگه کارا نکنیم میره بانیم باز ما گناهگار میشیم. الله میگه نمیشه گناهگار. او 4 ماه و 10 روز خدا پوره کرد، زن از شوهرش فوت کرد، میتونه بره ازدواج بکنه. پس هر چی که خاص مطابق شریعت، نه شما گناهگار میشین نه شما ممانعت بکنین. والله، و الله متعال، عزیز غالب و توانا هست، حکیم است در افعالش، با حکمت است. وللمطلقات، و برای خانم های طلاق شده چی است؟ متاع، متاع هست، امو لباس است، بالمعروف، به شکل نیک مطابق شریعت اسلامی. این حق است، حق خانم ها علی المتقین، بالای مردهایی که تقوا دارن. یعنی اگر شما مردها تقوا دارن باید حقوق زنها را مراعات بکنین. کذالک، این چنین، یبین الله، بیان میکند الله متعال، لکم، برای شما، آیاته، احکامش را، لعلکم، شاید که شما تعقلون، عاقلانه فکر بکنید یا از عقلتان کار بگیرین. خب حال مسئله دیگه میشه که زنده ساختن هزاران انسان بعد از مرگ. الله متعال برای بعضی از اقوام مردم که اونا مثلا یگان ذره مشکل در چی می داشتن؟ مشکل می داشتن در زنده شدن بعد از مرگ.
الله متعال مخلوقات در مقابلشان زنده میکنه. میگه سعی کنین که الله چه قسم میره زنده میکنه. علم ترى آیا ندیدی؟ علم تعلم آیا ندانستی؟ علم ترى اینجا به معنای علم تعلم آیا نمیدانی قصه کسانی را یا ندیدی نشنیدی قصه کسانی الی الذین کسانی را که خارج شدن من دیارهم از منازلشان و هم در حالی که ایشان الوفون یا بسیار با یکدیگر الفت داشتن یا الف الوف به معنای جمع الف است یعنی هزاران تن بودن چند هزار شخص بودن حذر الموت از ترس مرگ از خانه های خود برآمده بودن فقال لهم الله پس گفت الله برشان موتوا بمیرید. الله امر کرد قال یعنی امر کرد الله متعال به مرگشان ثم سپس احیاهم اینا را دوباره زنده کرد. ان الله میگه قصه بسیار در بین عربا رواج بود دیده بودن که در فلانی قریه چندین هزار نفر فوت کردن دوباره زنده شدن. الله متعال میگه دیدین که زنده شدن بعد از مرگ هست. ان الله یقینا که الله متعال لذو فضل صاحب فضل و کرم است علی الناس بر مردم بر انسان ها ولکن یعنی الله متعال مهربان است بالای انسان ها بالای جن ها بالای ملائکه بالای حیوانات بالای نباتات بالای تمام مخلوقات خود الله متعال چی است مهربان است ذو فضل است ولکن اکثر الناس لا یشکرون لکن اکثریت مردم ها شکر نمیکنن. الله متعال آل حکم جهاد میگه وقاتلوا و شما که مسلمان حقیقی هستین تنها فکرتان در مورد زن و مسائل زن و شوهر و خانواده نباشه که شما کل هم غمتان این مسائل فامیلی و خانوادگی و اجتماعی است بلکه مسائل دیگه هست دفاع از سرزمین مسلمان ها هست جهاد به ضد دشمنای اسلام است. این هم باید در جزء عقیدهتان و جزء شعبات ایمانتان این بگنجانین. وقاتلوا و جهاد قتالی و مسلح بکنید فی سبیل الله در راه الله یعنی شما را بازی نته بعضی کسایی که دروغ میگن که حالا جهاد تنها جهاد چیه جهاد قلم است و جهاد زبان است نه بلکه او سعی و جهد و کوشش است. اما وقتی که در قرآن کلمه جهاد اینجا استعمال میشه که قتال میگه وقاتلوا فی سبیل الله اینجا باز جهاد قتالی هست که با سلاح است. فی سبیل الله در راه الله و علموا و بدانید ان الله یقینا که الله متعال سمیع مشنوه و علیم دانا است. میفهمه که شما چی میگین در بینتان و چی در قلبهایتان تیر میشه چی چل و فریب میکنین و چی قسم از احکام شریعت الله فرار میکنین. خب آل موضوع دیگه که مربوط به قرض میشه الله متعال میگه من کی هست ذا آن شخصی که الذی من ذا کی هست الذی او شخصی که یقرض الله قرض بده الله را قرض حسنه. در حقیقت وقتی که یک نفر مصرف در جهاد میکنه و یا یک کسی قرض حسنه یک انسان میده در حقیقت این معاملش با الله هست الله بر تو اجر پاداش میده فیضاعفه پس الله ایره دوچند میسازه له بر از او اضعافا کثیرا او را زیاد فیضاعفه پس او را زیاد میسازه له بر از می شخص اضعافا چندین برابر کثیرتا بسیار زیاد. شما بعضی اوقات وقتی که قرض میتین یا کسی پولتان پس نمیته یا مثلا یگان مشکلات پیدا میشه شما بسیار جگرخون میشین. نه الله متعال وقتی که چیز را فی سبیل الله مصرف میکنین یا برای مجاهدین میتین یا برای مردمای مثلا که مجبوریت دارن بر از اینا شما قرض میتین الله متعال این اضعافا کثیره چند اجرش براتان میده. والله میگه الله هست که یقبض و قبض میکنه میگیرد و یبسط و پس میدهد این کل کار الله هست از یکی میگیره و برای دیگه میده و الیه ترجعون و باز برای محاسبه به نزد الله مراجعه میکنین. خب آل بعضی از کسای دیگر از امتهای قبلی را قصایشان میکنن که در زمان داوود علیه السلام چی مشکلات بود و بنی اسرائیل چی مشکلات داشتن. شما یا را ببینین از اون مردمایی که مؤمنای حقیقی بودن مثل از او خدا بسازین و کسایی که بیدین بودن مثل از اونها خدا نسازین. علم ترى آیا ندیدی یا علم تعلم آیا نمیدانی قصه کی را الی الملأ به طرف گروه من بنی اسرائیل از بنی اسرائیل من بعد موسی بعد از موسی علیه السلام. این حادثه چه وقت شده؟ بعد از موسی علیه السلام شدن. بنی اسرائیل چی گفتن؟ اذ قالوا هنگامی که گفتن لنبی لهم اینا یک پیغمبر داشتن نامش نگرفته دیگه اینجا یکی از پیغمبرها بود بر از او گفتن که ابعث لنا برای ما تعیین بکن ملکن یک رهبر سیاسی و جهادی برای ما یک کس را تعیین بکن که او رهبر سیاسی ما باشه و رهبر نظامی ما باشه تا ما با رهبریت از او چی کنیم ما
جنگ و جهاد بکنیم در مقابل دشمنای اسلام. نقاتل، قتال بکنیم یا جنگ بکنیم یا جهاد بکنیم فی سبیل الله، در راه الله. قال میگه گفت پیغمبر، امی پیغمبر برشان گفت هل عصیتم، آیا شاید که شما یا اوت نزدیک است که برای شما این کتب اگر عمل چی شود دبی نزدیکی ها کتب فرض کرده شود علیکم بالای شما القتال و جهاد، الله تقاتلوا، بازت نشه که برای شما فرض شود باز شما جهاد نکنین. قالوا یا گفتن و ما لنا، چی شده ما را الله نقاتله که ما قتال یا جهاد نکنیم فی سبیل الله در راه الله، و قد اخرجنا، در حالی که ما بیرون رانده شدیم، ظلم کرده کافرها سر ما را بیرون کردن، من دیار ما، از منازل ما، و ابنائنا، و از اولادهای ما، دخترها و پسر ما را از ما گرفتن. فلما، الله متعال میگه پس وقتی که کتب علیهم فرض کرده شد بالایشان القتال و جهاد قتالی، تولا، باز روی گشتان، در این مردمای بیدین باز روی خدا میگردن. الا قلیلا منهم، باز یک تعداد بسیار کم از اینا جهاد کردن، دیگر کلشان قرار خرفش خو کردن و باز شیشتن سردگاه قضاوت و محاسبه میکردن و باز در مجلس ها میشیشتن چی میکردن. الا قلیلا منهم، یک تعداد کم دیگهشان قرار بخو خو کو و استایل سیکو بی که کالا چه قسم بپوشم و چه قسم اندام مجور کنم و کمرم چند سانتی شده و برای چیز ما چند سانتی شده، کلش هوش و فکرشان دمی گفا بود. این مردمای بیدین همی عادتشان است در هر وقت. الله متعال میگه یک تعداد کمی از اینا امر الله را تطبیق کردن. والله اعلم علیم بالظالمین، الله بسیار با خبر است، آگاه هست از انسانهایی که ظالم بر نفس خود هستند، کسایی که دروغ میگن، فریبکار هستند. و قال، و گفت لهم، برایشان نبیهم پیغمبرشان، ان الله، یقینا که الله متعال قد بعث، تعیین کرده است بر شما، لکم برای شما، طالوت علیه السلام. امو رهبر، این پیغمبر نبوده بلکه رهبر بوده از طرف پیغمبر، از طرف الله برشان رهبر سیاسی و نظامی تعیین شد، ملکن به صفت رهبر سیاسی و نظامی. قالو گفتن انا یکون له الملک، حالا دیگه مردمای بیدین چی عادت دارن؟ باز انتقادشان تمام رو سر رهبر می باشه که مچی می رهبر چطور است، چرا قدش کوتاه هست، که چرا مثلا رویش سیاه هست، که چرا بینیش مثلا کوتاه هست، چرا فلان است. این تمام رو سر از این انتقاد میکنن. یا هم دیگه شروع کردن که طالوت چرا است، چرا غریب است. انا یکون له الملک، قالو گفتن امی بیدینا انا یکون له الملک، چطور میتونه که رهبر ما باشه، رهبر سیاسی ما باشه، رهبر چی ما باشه، رهبر نظامی ما باشه، علینا بالای ما، و نحن و ما کسیم احق و مستحق تر هستیم بالملک منه، که ما مالکیت و رهبریت داشته باشیم از او کردن. ولم یوتا، چرا او چی مشکل داره؟ میگه به خاطر اینکه ولم یوتا او داده نشده بر از او چی ساعت من الله، مال ندارن. اکثر نمی بدبختا زیاد که میباشن، این مالدارا در هر عصر میباشن، بازی مالدارا از مال خود افتخار میکنن. همین مالداره که مالشون رو مغرور میسازن، از دین الله رو میکشه، معیار هر چیز مال فکر میکنن. بعضی کساس اورم کل چیز دا چی فکر میکنن؟ دا مال فکر میکنن. باز که پرسانش کنی چند مال داری، باز میگه والا صاحب 1-2 میلیون دلار دارم، 5 میلیون دلار دارم. باز که ببینیش که 5 میلیون دلار داره، سگ اونم چی نام داشت بیل گیت، او برای سگ خود 50 میلیون دلار تنها چیز وصیت کرده بود. سگ از او 50 میلیون داشت، ده چند ازی پیسش زیاد است. این بازی که در مال خود افتخار میکنه. بازی ها میگه والا میوت و داده نشده ساعتا بر عزیز و ساعت من المال، از مال. این خب پیسه دار نیست، در جمله مالدارا و در جمله مردمای مشهور شهر نیست. قال، میگه او پیغمبر برش گفت که او مردم ان الله اصطفاه علیکم، شما چرا مخالفت میکنین، چرا گپا رو میزنین؟ الله متعال اصطفاه و برگزیده این امیر علیکم بالای شما، امیر تعیین کرده، و زاده و الله متعال بر از او برتریت داده، بسطتن در وسط فی العلم و الجسم. پیش الله این بسیار اهمیت داره در رهبریت، که علم بسیار خوب داره که شریعت الله را میتونه تطبیق بکنه، و جسم بسیار خوب قوی داره، المؤمن القوی هست که میتونه خوب رهبریت چی کنه، نظامی و سیاسی را بکنه. سیاسیش با علم میشه و امو نظامیش با جسامتی که داره، اون الله متعال برش را داده. پشت مال نگردین. والله، بازی الله هست که یؤتی ملکه، میدهد رهبریت خدا بر من یشاء، بر هر کس بخواهد. والله واسع علیم، الله بسیار توانایی وسیع داره، الله بسیار عالم است. شما چرا در احکام الله شما چی میگن؟ مخالفت میکنن. و قال لهم نبیهم، وقتی که اینا قناعت کردن گفت برشان، و قال و گفت لهم برایشان نبیهم پیغمبرشان،
این آیت ملکیه امی علامت رهبریت ازی چی است؟ ان یاتیکم ای که بیاید به نزد شما، بیاره برای شما. چی را بیاره؟ ان یاتیکم که بیاورد برای شما، ان یاتیکم این که بیاید به شما. چی بیاید؟ التابوت. این امرای ازی یک دانه تابوت هم بیاید. تابوت اینجا صندوق هم میگه. ما شما تابوت همین افغانستان که از کل اصطلاحات غلط استعمال میکنه. خب همین اصطلاحات مردم افغانستان بسیارش غلط است. تابوت در زبان عربی چی را میگن؟ صندوق هم میگه. هر صندوق است تابوت میگن. اینجا در افغانستان که تابوت بگی کجا میره ذهنت؟ صندوق مرده. اینو با مرده ساخته. یا مثلا وقتی که دیگر در قرآن وقتی که میگه تعویض در شریعت الهی چی را میگن؟ همین که مثلا تو به زبان قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، به زبان از قل گفتم. وقتی که تو میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا مثلا من تو پناه میتم به الله از شر شیطان، به زبان میگی، این تعویض میگه. در افغانستان باز اصطلاح رو چی تغییر دادن که مجرد میگه تعویض یعنی یک کاغذه که دو چوکاتک ها باشه، کلولگک باست قاد باشه. اصطلاحات کلش هم تو غلط کردن. از این خاطر مجرد که می بگوی تعویض کو، این شیخ استاد شما هم تعویض میتین؟ بله تعویض میتم. کو که قلم کاغذت میگه و برادر کاغذی که رسول الله هم که تعویض داده با قلم کاغذ نداده. تعویض رسول الله هم چی بود؟ با زبان بود. متوجه هستین یا نه؟ رسول الله هم به حسن و حسین تعویض داد. چه قسم تعویض داد؟ تعویض زبانی برشان گفت که من شما دو تا پناه میتم به الله. صحیح نه؟ من خودم برای خود تعویض میتم. چی میگم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صحیح شد یا نه؟ پس این تعویض است. نه در افغانستان بسیاری وقتا اصطلاحات چی کردن؟ غلط کردن. گفت آیت رهبریت از این چیست؟ ان یاتیکم التابوت، ای که بیاید پیش شما یک صندوق. فهمیدی؟ صندوق زنده ها فیه که در بین از این صندوق سکینتون آرامش است، مرده نیست. سکینتون آرامش است من ربکم، از جانب پروردگارتان. و دیگه چی هست در بین از این؟ و بقیت مما ترک آل موسی، دیگه باقی مانده آنچه که از خانواده موسی علیه السلام باقی مانده. بعضیا میگه لباس ها بود، بعضیا میگه صلاحش بود، بعضیا میگه که مثلا لوح هایی که در او تورات نوشته بود در بین صندوق همین چیزها بود. آنچه را که گذاشته بود آل موسی، خانواده موسی علیه السلام، و آل هارون و خانواده هارون علیه السلام. تحمله که این صندوق کی حمل میکنه؟ الملائکه. تو ایره کی میاره؟ ملائکه میاره. سعی کنین این بر شما دلیل نشان میده که شما باز مخالفت نکنین. ان فی ذلک یقینا که در امی آمدن تابوت و دمی آوردن ملائکه لآیتا علامت و نشانی قدرت الله هست، لکم بر شما معجزه هست، ان کنتم مؤمنین اگر شما واقعا مؤمنان باشین. فلما پس هنگامی که فصل طالوت جدا شد، طالوت بالجنود با لشکرهایش، طالوت با لشکر خود از قریه جدا شد، حالا حرکت کردن. قال گفت که او مردم فکرتان باشه که ما و شما وقتی که به طرف جهاد میریم در این لحظه هم الله ما و شما را امتحان میکنه. امر الله را نشکنانین. حالا تو نیست که حرکت کردی و سلا را گرفتی و چی را گرفتی هرچی که دم روی تا آمد دیگه درو کده برو. نه، الله متعال امتحانتان میکنه، محاسبهتان میکنه. باید تقوا را چیز کنید. ان الله یقینا که الله متعال مبتلیکم، شما را امتحان میکنه. ابتلا در قرآن به معنای امتحان است. امتحان میکنه شما را به نهر، به یک جوی آب. شما بسیار تشنه هستین، اشکوت نشه که یک دفعه کمی جوی دیدین کالا را بکشین در جوی خود پرتین، یا مثلا کلتان برین شکمایتان را سیراب کنین. امتحان الله ای است که آب نخورین مگر یک کمکی از آب بنوشین. امتحان الله هست. در تشنگی امتحانتان میکنه. ان الله یقینا که الله متعال مبتلیکم، امتحان میکنه شما را به نهر، به یک جوی آب. فمن شرب منه، پس هر کسی که از این جوی آب نوشید، فلیس منی، از جمله من نیست. امتحان است. و من لم یطعمه، و هر کسی که ایره ننوشید، فانه منی، او از جمله من است، از جمله کسایی که پیروای من هستند. الا مگر من کسی که اغترف، بگیره یک غرفه این کف دست عربی میگه. من اغترف غرفتن یعنی اینم قدر یک کف دست، یک کفک دست بگیره. من اغترف بگیره غرفتن یک کف به اندازه یک کف دست بیادی دست خود. فشربوا، پس بنوشن منه از آن، الا قلیلا. فشربوا منه، میگه یا چی کردن؟ میگه یا فشربوا، پس نوشیدن منه از آن. یک دفعه که یا که آمدن بنی اسرائیل از دیگه، یا که میگه آمدن صدم جوی که رسیدن خود انداختن در جوی چپه کردن دیگه. چیزی که تا که تانستن
الا قلیل منهم، مگر یک تعداد کم از اینا در این امتحان کامیاب شدن. حالا که بسیاری برادران رو بگی که موبایلایتون گل کنین، در این وادی درس هدف درس همی است که موبایلکت نباشه و اون از این گوشه که خود میشنوه از این گوشه دیگه چی میشه میبره. گفتیم در روز اول ادب چی است که آیت قرآن با گپ انسان قطع نکنی. 100 دفعه گفتن شنیدن گپه لکن قطع میکنن، باز ببینی کپک میبره، باز کل گیر ذهنش تشویش میتن، باز موبایل باز یک دقیقه باز زنگ می باز چیز میکنه. این سبحان الله اینمی قصه میگه تو مردمایی که گپ پیغمبر، گپ رهبر خدا، گپ عالم خدا، گپ استاد خدا، گپ معلم خدا هیچ نمیشنون دیگه. اونم تلفن است باید دیگه، اونم تلفن که هر چیز بود باید آیت قرآن قطع کنه دیگه. اعلام قرآن میره باز 5 دقیقه بعد ببینی که باز آمده شیشه. اینه چه الا قلیل منهم، مگر یک تعداد کم از اینا که اطاعت از امیر رهبر خدا کردن، از اطاعت امیر خدا کردن. این امیر الله برش این کرده بود وقتی که الله میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از الله بکنین و از رسول بکنین و از اون امیری که بر شما تعیین شده. فلما پس هنگامی که جاوزه عبور کردن از اینجا هو خود طالوت والذین آمنوا و کسانی که ایمان آورده بودن معه به امرازی قالوا گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت، حالا که مخالفت امر الله را کردی باز جهاد هم کردن نمیتونی، حرام که خوردی باز شکمت میپنده، باز تو دیگه امر الله را تطبیق کردن نمیتونی. یا شکمات پوندی دولا کتا شد، مخالفت امر الله را کردن. حالا دیگه باز چی شد؟ گفت قالوا لا طاقت لنا، ما صاحب شکما پوندیده دیگه، ما خامتو راحت آموخته شدیم، کی میتونه کی کار بکنه؟ لا طاقت لنا اليوم، طاقت نیست امروز به جالوت. جالوت امول لشکر شیطان بود. حال دیگه ما نمیتونیم که با شکمای کتا بخیزیم در مقابل ترامپ استاد شویم. ما کی میتونیم شکما را سه کنیم؟ او خامتو باید یک چند وقت روزه و گشنگی رو تیر کرده باشه که باز در مقابل از استاد شویم. گفت ما نمیتونیم در مقابل جالوت جنود لشکرش استاد شویم. قال الذين يظنون، گفتن کسانی که یظنون، ما شما گفتیم ظن در باب عقیده به معنای یقین است. قال گفتن الذين کسانی که یظنون یتقینون، که اونا یقین داشتن که انهم ملاق الله، که یقینا اونا باز با الله ملاقات میکنن، ایمان داشتن به روز آخرت و به اینکه با الله روبرو میشیم. گفتن که کم من فئه قلیله، حالا به اینا بر رهبر خود بر طالوت نگه خیر است بیدینا که صف جهاد ترک کردن و رفتن خو کردن و مصروف جان خود است. کم من فئه قلیله غلبت فئه قلیله، گفت شما بسیار گروپ های کم بوده که غالب شده بالای چی؟ بالای لشکرهای بسیار بزرگ قوی. گفت جگر خون نشن. کم من فئه قلیله، بسیار کم از گروپ های مجاهدین، قلیلتن که تعدادشان کم بود، صلاحشان کم بود، امکاناتشان کم بود، غالب شدن فئه کثیرتن به گروپ های بسیار، گروه ها و لشکرهای بزرگ دشمنای الله، جالوتی ها، طاغوتی ها. به اذن الله با چی کامیاب شدن؟ به اذن الله، به امر الله. والله الله همراه کی است؟ مع الصابرین. در لشکر از اونها شیطان است، در لشکر مجاهدین الله هست، اینا را نصرت میکنن. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ولما و هنگامی که برزو بر مبارزه در میدان برآمدن، برزو به مبارزه برآمدن لجالوت، در مقابل جالوت که لشکر سرلشکر کفر بود، و جنودی و لشکرش، قال و مؤمنان گفتن، دعا کردن. یعنی سه که بعضی کساست اینجا سه که یک درس از اینجا گرفته میشه که اینا در صف جهاد دعا کردن، وقتی که برآمدن در مقابل دشمن او وقت دعا کردن، باز الله دعایشان قبول کرد. یگان طرف ببین در زیر لیاف خواست، باز چی میگه؟ خدا الله مسلمانا را دیگه خوب نگاه بکنی، در زیر لیاف خواست. یا قرار سر قالین شیشه زیر قالین هم خوب یک دم بله صدقام از چیزای سفید چی کرده، باز اینجا دعا میکنه. این دعا را الله قبول نمیکنه. اونجا الله متعال میگه فلما، یعنی مسلمانای واقعی می کسایی بوده درس بگیرین. ولما و هنگامی که برزو بر مبارزه برآمدن، در صف میدان برآمدن، در مقابل کی؟ بر مقابل شیطانی که جالوت نام داشت و لشکرش. قالو گفتن، در این لحظه دعا کردن، گفتن ربنا ای پروردگار ما، افرغ علینا، نازل کو بالای ما، صبرا، صبر را، و ثبت، و ما را ثبت اقدامنا، یعنی ما را ثابت قدم نگهدار، و انصرنا، و ما را باز نصرت و کامیابی و پیروزی نصیب بکو، علی القوم الکافرین، بالای قوم الکافرین. باز الله متعال میگه اینی کسایی که واقعا صادق هستند، حرکت کردن، خروج فی سبیل الله کردن،
متوجه هستین؟ خروج بر چی کردن؟ فی سبیل الله کردن، باز دمون لحظه دعا کردن، باز الله متعال دعای از اینا را قبول کردن. فهزموهم، باز اینا شکست دادن کافران را با قدرت خود، میگن به اذن الله، به امر و اجازه الله. و قتل دایی لشکر میگه کی بود زیر دست جالوت؟ داود علیه السلام بود، سنش جوان بود، خوب و متقوی بود. و قتل و به قتل رسان داود علیه السلام جالوت، امو سر لشکر کفار کی به قتل رسان؟ داود علیه السلام. و آتاه الله، باز الله متعال بر داود علیه السلام دو چیز داد، هم رهبریت سیاسی را داد و هم نبوت داد. اینه در قرآن کس میگه نبوت و سیاست با هم یک جای هستن. انسانایی که کافر هستن ضد قرآن هستن، باز مبارزه شرمی است که همین دوتا را جدا کنن، جدای دین با سیاست. هر کسی که دین با سیاست یکسان فکر کرد قرآنی، هر کسی که سیاست از دین جدا کرد شیطانی، سیکولر است. از همین خاطر سیکولرها کافر هستن. فهمید یعنی؟ به خاطر از اینکه اونا میگه سیاست باید با چی؟ با دین یک جای نباشه، دین او طرفان، سیاست او طرف. الله میگه نه، سیکو. الله متعال میگه فهزموهم، پس اونا را شکست دادن کافرها را، لشکر جالوت، به اذن الله، به اراده الله متعال. و قتل و به قتل رسان داود علیه السلام جالوت. این جالوت یهودی ها باز میگه این پیغمبرای ما خو هیچ جنگ نکرده بودن، پیغمبرتان خود داود بود، زد اونا قتل کرد، اونا هم جهاد داشتن، اونا هم قتال داشتن، حالا که شما نمیکنین شما کافر شدین، تحریف کردین. الله متعال میگه و به قتل رسان داود علیه السلام که پیغمبر الله بود، کی به قتل رسان؟ جالوت، امون رهبر سیاسی و نظامی کفاره که جاگزین شیطان شده بود، ابلیس وقت خود بود. و آتاه الله، و الله متعال داد بر کی؟ بر داود علیه السلام الملک، رهبریت سیاسی و رهبریت نظامی و جهادی را، و الحکمت، و همچنان برش حکمت داد. و علمه، و تعلیم داد بر از او، مثل که بر دیگه پیغمبرها تعلیم داده بود، مما از آن چیزی که یشاء و خواسته بود. ولولا دفع الله الناس، میگه اگر دفع الله نباشه که الله دفع بکنه توسط مؤمنای حقیقی تجاوزات دشمنا را، ولولا دفع الله، و اگر دفع کردن الله نباشه، الناس که مردم را، یعنی چیز بعدهم که بعضی از اینا را به بعد در مقابل بعضی دیگهش قرار میده، مجاهدین حقیقی را در مقابل لشکرهای جالوتی قرار میده. اینا اگر می قسم نباشه، الله دفع نکنه این لشکرهای کفار توسط از این مجاهدین، لفسدت الارض، باز اینجا تمام زمین فاسد میشه، باز اگر قانون کفر تطبیق میشه، زنا تطبیق میشه، همجنسگرایی تطبیق میشه، تمام بدبختی ها و کفریات که از باز تطبیق میشه. ولکن الله متعال ذو فضل، ای از فضیلت الله هست که الله چونین دفع را با جهاد فرض کرده هست علی العالمین، بر مردمان. تلک آیات الله، الله متعال میگه ای آیات الله هست، نشانه های قدرت الله هست، نتلوها که تلاوت میکنیم آن را، علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بالحق، بحق، و انک، و یقینا که تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لمن المرسلین، تو از جمله پیغمبرها هستی، تو کدام چیز جدید نآوردی، بلکه تمامی که شریعت الله بود ایره ما براتون بیان کردیم و شما ایره باید تطبیق بکنین.